بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. از چی چیز میپرسند؟ از خبر بزرگ و مهم که ایشان در آن اختلاف دارند؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. چنین نیست که کافران میپندارند، به زودی میدانند که قیامت چیست، و چنین نیست که کافران میپندارند و باز به زودی میدانند که قیامت چیست. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا زمین را همچون گهواره‌ای برای زندگی نساختی؟ و کوهها را در آن به حیث میخ‌های قرار ندادیم تا زمین را استوار نگه دارند؟ و شما را جوره جوره آفریدیم و خواب شما را مایه راحت شما قرار دادیم و شب را برای شما لباسی ساختیم که شما را می پوشاند و روز را وسیله معایشت و گزاره روزمره شما گردانیدیم. و بنینا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. و بر بالای سر شما 7 آسمان محکم بنا کردیم و خورشید را در آن چراغ درخشنده قرار دادیم و از ابرهای بارنده آب ریزان فرو باریدیم تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم و باغستانهای دارای درختان غلوی در هم پیچیده را. این یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. واقعا روزی جدا شدن حق از باطل وعدگاه است، روزی که در سور دمیده می شود و همه شما گروه گروه می آیید و آسمان گشوده می شود، سپس دروازه می شود و کوها به حرکت انداخته می شوند و به شکل سرابی در می آیند. این جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. براستی که دوزخ کمینگاهی بوده است برای بازگشت سرکشان، در آنجا روزگاران بی نهایت به سر میبرند. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. در آنجا نه هوای مطبوع و سردی را در میابند و نه هم آشامیدنی گوارایی را میچشند، مگر آب جوشان و زرداب را پاداش مناسب. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ایشان واقعا توقع ترس از حساب روز قیامت را نداشتند و نشانه های ما را به گونه بیشرمانه تکذیب می کردند و ما همه چیزها را حساب و نوشته کردیم. پس بچشید ثمره اعمال خود را که به چیز جز عذاب بر شما نمی افزاییم. این
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. واقعا برای پرهیزگاران پیروزی بزرگ است. باغهایی که دور آن دیوار شده و تاکستان انگورها و دوشیزگان انارپستانی است همسن و سالشان و جامهای لبریز پیاپی و صافی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نه در آن سخنان بیهوده می شنوند و نه هم دروغی. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. آنها پاداش است از پروردگارت، عطیه حساب شده پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست. همان خداوند رحمان است، هیچ کسی استحقاق سخن گفتن را با او ندارد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روزی که روح و دیگر فرشتگان در صفها ایستاده می شوند، هیچ کس جز آن که خداوند رحمان به وی اجازه دهد سخن نمی گوید و او نیز حقیقت را می گوید. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. آن روز حق است، پس هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خود جای بازگشتی را بگیرد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بیگمان شما را از عذابی می دهیم که نزدیک شده است، در روزی که انسان آنچه را دستهای او از پیش فرستاده بود می بیند و کافر در آن روز می گوید ای کاش کف خاکی می بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم به کشتگانی که به شدت می کشند، قسم به آنانی که با نشاط می گیرند، قسم به شناورانی که به گونه شناوری می کنند، قسم به آنانی که پیش دستی می کنند، قسم به آنهایی که کارها را به تدبیر به سر می رسانند. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. روزی که همه این زمین را لرزاننده بلرزاند، یعنی سور اول دمیده شود و از پی آن هم ردیف آن بیاید، یعنی سور دوم دمیده شود. قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. در آن روز دلهایی است که در تب و تاب می باشند و چشمهایشان خیره مانده. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره أإذا كنا عظاما نخره. میگویند آیا ما به آفرینش نخستین خود بازگردانده خواهیم شد؟ آیا چنین خواهد شد اگرچه استخوان‌های پوسیده باشیم؟ قالوا تلك اذا كرة خاسره. آنگاه میگویند این بازگشت در این حال بازگشت زیانباری است. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
بیگمان این بازگشت با آواز شدیدی صورت میگیرد، پس ناگهان همگان به میدان قیامت قرار میگیرند. هل اتاك حدیث موسی؟ آیا داستان موسی به تو آمده است؟ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى. هنگامی که پروردگارش در وادی مقدس طوی یعنی تور او را فرا خواند. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. و به او هدایت داد که نزد فرعون برو که او واقعا سرکشی کرده است و برایش بگو آیا میل داری که از گناه پاک شوی و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا از او بترسی. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. در این حال موسی به او معجزه بزرگ را نشان داد، ولی او تکذیب کرد و نافرمانی نمود. سپس روی برتافت و سخت تلاش کرد. سپس مردم را گرد آورد و ندا در داد و گفت من پروردگاری برتر شمایم. همین بود که خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بیگمان در این رویداد عبرتی است برای کسی که بترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد؟ سقف آن را برافراشت، پس آن را برابر ساخت، شبش را تاریک کرد و روزش را روشن ساخت و سپس زمین را گسترانید. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. از آن آب آن را و علفچرهای آن را بیرون آورد و کوهها را پایدار و استوار ساخت برای بهره‌یابی شما و چارپایان شما. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. سپس چون آن واقعه بزرگ بیاید، روزی که انسان فعالیتهای خود را به یاد می‌آورد و دوزخ برای هر بیننده آشکار می‌گردد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. سپس هر که سرکشی کرده بود و زندگانی این دنیا را برگزیده بود، پس بیگمان آتش دوزخ جای اوست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و خود را از هوا و هوس باز داشت، پس بهشت جای اوست. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. از تو در مورد قیامت میپرسند که چی وقت لنگر انداختن آن است، یعنی واقع می شود. فیم انت من ذکراها. از یاد آن در چی مقامی هستی، یعنی در زمین چی اطلاعی داری؟ الی ربک منتهاها. نهایت علم آن به سوی پروردگار توست. انما انت منذر من
من يخشاها بیگمان تو صرف بیم دهنده هستی برای کسی که از آن بترسد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روزی که با آن روبرو شوند گویا ایشان میپندارند که در دنیا جز شامگاهی یا صبحگاهی درنگ نکردند. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. عبس وتولی ان جاءه الاعمى پیامبر جبین در هم کشید و رو گردانید از اینکه نزد او نابینای آمد. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى چی میدانی؟ شاید او پاکی و تقوا پیشه میکرد یا پندی میگرفت و آن پند با او سودمند واقع میشد. اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى اما کسی که بی‌نیازی نشان داد تو به سوی او رو می آوری و اگر پاکیزه نشود هم بر تو الزام وارد نمی شود. و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره اما کسی که نزد تو بیاید و به سوی تو بشتابد و او از خدا می ترسد پس تو از او روی برمیتابی. نباید چنین شود. این آیات پند دهنده است پس هر که بخواهد از آن پند گیرد. فی صحف مکرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررة در صحیفه های مکرمت اندود والا مرتبه پاکیزه قرار دارد به دست نویسندگان گرامی قدر نیکوکاری. قتل الانسان ما اکفره کشته شود این انسان که چقدر ناسپاس است. من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. او را از چی آفرید؟ از نطفه یعنی قطره منی او را آفرید و به اندازه متناسب مشخص کرد. سپس راه را برایش آسان گردانید. باز او را میراند و به قبر گذاشت و هرگاه بخواهد باز او را برمی‌انگیزد. کلا لما یقض ما امره نه هرگز چیزی را که با او امر کرده بود به جا نیاورد. فلینظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. پس انسان باید به خوراک خود بنگرد. بیگمان ما آب را به وفرت فرو ریختیم سپس زمین را به گونه خاصی شکافتیم و در آن دانه های رویانیدیم. انگور را و سبزیجات را، زیتون را و خرما را، باغ‌های با درختان غلو را و میوه ها و علفچره ها را برای بهره یابی شما و مواشی شما. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
سپس چون قیامت با مشخصه آواز گوشخراش خیش بیاید، روزی که انسان از برادر خود بگریزد و از مادر خود و پدر خود و از زن خود و از اولاد خود. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر یک ایشان در آن روز از خود حالتی دارد که او را از توجه دیگران بی‌نیاز می‌گرداند. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. در آن روز روی‌های استابنده و درخشان، خندان و شادمان، و در آن روز روی‌های است غبارآلود، سیاهی آنها را پوشانیده، هم ایشانند کافران بدکار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت بارحم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. هنگامی که آفتاب در هم پیچیده می شود و هنگامی که ستارگان بی فروغ شوند و هنگامی که کوهها به حرکت افتند و هنگامی که اشتران شکمدار با حمل 10 ماهه خود به حال خیش گذاشته شوند. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هنگامی که جانوران وحشی نمیرمند و جمع می شوند و هنگامی که بحرها مانند آتش افروخته شوند و هنگامی که روحها به بدنها یا مردم هم خوی و خصلت به هم بپیوندند، هنگامی که از دختر زنده در گور شده پرسیده شود که با کدام گناه کشته شده بود. و اذا الصحف نشرت و اذا السماء كشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. هنگامی که نامه‌های اعمال گشوده شود و هنگامی که پرده آسمان برداشته شود، هنگامی که دوزخ شعله‌ور گردد و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود، در آن وقت هر کس می‌فهمد برای خود چی آماده کرده است. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. پس سوگند به آن ستارگانی که باز می‌گردند، راست می‌روند و گاهی پنهان می‌شوند، و سوگند به شب که می‌آید و می‌رود و به صبح هنگامی که می‌دمد. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بیگمان این کلام رسول یعنی فرشته عالی قدر است، صاحب قدرت نزد خداوند صاحب عرش والا، فرمان روا و امانتکار. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. و ای مردم، یارو همراه شما دیوانه نیست و بیگمان او را در افق روشن دید. وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان رجیم فأین تذهبون. و بر تعلیم اسرار غیب بخیل نیست و نه هم این قرآن سخن شیطانی رانده شده از رحمت خداوند می باشد. پس به کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان
يستقيم. این قرآن نیست مگر پندی برای همه جهانیان، برای آن کسی از شما که بخواهد در راه حق پایداری کند. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین. و شما نمی خواهید پایداری کنید مگر آنکه خدای پروردگار جهانیان بخواهد، یعنی به شما توفیق عنایت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت بارحم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. هنگامی که آسمان شکافته شود، هنگامی که ستارگان پراگنده شوند، هنگامی که بحرها منفجر شوند و هنگامی که قبرها گشوده شوند، در آن فرصت است که هر کس می داند که چه چیز را از پیش فرستاده و چرا باز داشته است. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ای انسان، چی چیز تو را از پروردگار صاحب کرم تو فریفت؟ او که تو را آفرید و باز تو را به شکل بسیار خوبی برابر ساخت و در نهایت اعتدال قرار داد، به همان صورتی که خواست اجزای وجود تو را به هم پیوست ساخت. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نخیر، چنین نیست که شما می پندارید، بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید. واقعیت این است که بر شما نگهبانانی گماشته شده اند، نویسندگان گرامی قدری که همه کارهای را که انجام می دهید می دانند. این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. مسلماً نیکوکاران در بهشتند و بیگمان بدکاران در دوزخند که به آن داخل می شوند در روز جزا و از آن غایب نیستند. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. چی می دانی که روز جزا چیست؟ و باز چی می دانی که روز جزا چیست؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. روزی است که هیچ کس برای کسی دیگری چیزی کردن نمیتواند و در آن روز کار سراسر از آن خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت بارحم. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. وای بر کم فروشان، آنانی که چون از مردم پیمانه را میگیرند آن را کامل میستانند، ولی وقتی که برای ایشان پیمانه را میدهند یا برایشان وزن میکنند کم میکنند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیا ایشان باور ندارند که برانگیخته میشوند در روزی بزرگ، روزی که همه مردم به حضور پروردگار عالمیان به پا میخیزند؟ کلا
كتاب الفجار لفی سجین. نه چنان است که این نامسلمانان میپندارند. یقینا دفتر اعمال بدکاران در سجین قرار دارد. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. و چی میدانی که سجین چیست؟ کتابی است نوشته شده. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، آنانی که روز جزا را دروغ می شمارند. وما یکذب به الا كل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. و هیچ کس روز جزا را تکذیب نمی کند جز آن تجاوزگر گناهکار که چون آیات ما به او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های پیشینیان است. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. نه چنان است که این نامسلمانان میپندارند، بلکه اعمالی که کسب کرده اند در دلهایشان زنگ پدید آورده است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. چنین نیست که این نامسلمانان میپندارند، بیگمان ایشان از دیدار پروردگار خیش در آن روز در حجابند. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. و باز به دوزخ داخل می شوند. سپس گفته می شود این است چیزی که آن را تکذیب می کردید. كلا إن كتاب الأبرار لفی علیین. چنین نیست که این نامسلمانان میپندارند، بیگمان کتاب اعمال نیکوکاران در علیین است. وما ادراک ما علیون. و چی میدانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون. کتابی است نوشته شده که آن را مقربان مشاهده یعنی مراقبت می کنند. این الابرار لفی نعیم على الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. بیگمان راستکاران در ناز و نعمتند، بر تختهای عزت قرار دارند، به هر سو تماشا می کنند، در چهره هایشان تراوت و نشاط برخورداری از نعمتها را تشخیص می دهی. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. از شراب خالص سر به مهر نوشانیده می شوند. مهر آن مشک است و در حاصل کردن این مقام باید که پیشگیرندگان پیشی بگیرند. و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. این شراب ممزوج با تسنیم است، چشمه‌ای که از آن مقربان درگاه الهی می نوشند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. روزی بود که بیگمان گناهکاران بر مؤمنان می خندیدند و چون بر آنها می گذشتند چشمک می زدند و هنگامی که به سوی خانواده خود برمیگشتند خوشطبعی و شوخی می کردند. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظین. و
و چون آنها مسلمانان را می دیدند می گفتند اینها واقعا گمراهانند، در حالی که آنها برای مراقبت احوال مسلمانان فرستاده نشده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. اما امروز مؤمنان بر کافران می خندند، بر تختهای قرار دارند و به هر سو تماشا می کنند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آیا کافران به جزای اعمالی که انجام میدادند رسیدند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت بارحم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنگامی که آسمان شق شود و با حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به آن تسلیم شود، و هنگامی که زمین هموار شود و آنچه را که در اندرون دارد بیرون اندازد و خوب خالی شود و با حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به آن تسلیم شود، در آن وقت است که حقایق برملا می شود. یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه. و تو ای انسان بیگمان در راهی که به سوی پروردگار خود داری زحمت فراوان می کشی و در آخر کار با او ملاقی می شوی. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اهله مسرورا. پس کسی که نامه اعمال او به دست راستش داده شد با او به زودی و آسانی حساب می شود و به خوشی به سوی کسان خود برمی گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. ولی کسی که نامه اعمال او از پشت سرش داده شد به زودی مرگ را فرا می خواند و در آتش فروزان در آورده می شود. انه کان فی اهله مسرورا. بیگمان او در دنیا در میان کسان خود شادمان بود. انه ظن ان لن یحور. واقعا او فکر کرد که به سوی ما رجوع نمی کند. بلا این ربه کان به بصیرا. نخیر، یقینا پروردگارش به حال او بینا بود. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. پس به سرخی شام سوگند میخورم و به شب و آنچه را جمع‌آوری کرده است و به ماه وقتی که کامل یعنی بدر گردد. بیگمان هر یک شما از مرحله به مرحله دیگر وارد میشود. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. پس چی شده است ایشان را که ایمان نمی آورند و هنگامی که قرآن به ایشان خوانده می شود سجده نمی کنند، بلکه کافران پیوسته آن را تکذیب می کنند. والله اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. و خداوند به آنچه با خود دارند داناتر است، یعنی به اسرار نهانیشان آگاه است. پس ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده،
جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند. برای ایشان مزدی است همیشگی که هرگز به آخر نمیرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قسم به آسمانی دارای برج ها و قسم به روزی که وعده شده و قسم به گواه و چیزی که مشاهده می شود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود. هلاک شدند اهل خندق، آتش دارای هیزمی بسیار، هنگامی که در کنار آن نشسته بودند و آنچه را بر مسلمانان می کردند با خونسردی مشاهده می نمودند. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید. از آنها انتقام نمی گرفتند جز این که با خداوند صاحب قدرت مانی و ستوده ایمان آورده بودند، ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست و خدا بر هر چیز گواه است. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. بیگمان آنانی که مردان مسلمان و زنان مسلمان را زجر دادند و توبه نکردند برای ایشان عذاب دوزخ است و برایشان عذاب آتش سوزان است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. و بیگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند برای ایشان باغ‌هایی است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و این است پیروزی بزرگ. این بطش ربک لشدید. حقا که گرفتار کردن پروردگاری تو چون کسی را گرفتار کند شدید است. اینه هو یبدئ و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. واقعا هم اوست که از اول می‌آفریند و زندگی را اعاده می‌کند و اوست آمرزگار و بسیار دوست دارنده، صاحب عرش با شکوه و جلال، هرچی را بخواهد انجام دادنی است. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. آیا برایت داستان لشکرها آمده است، لشکرهای فرعون و ثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ولی با این هم کافران در تکذیبند، یعنی کارشان تکذیب است و خداوند از عقبشان بر آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. نه چنان است که کافران میپندارند، بلکه این قرآن است مجید، یعنی با شکوه و با عظمت و در لوح محفوظ قرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار می شود
و چی چیز تو را آگاه ساخت که پدیدار شونده در شب چیست؟ ستاره است درخشان، کسی نیست که بر او نگهبانی نباشد. فلینظر الانسان مما خلق، باید انسان فکر کند که از چی آفریده شده است. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، از قطره آب جهنده آفریده شده است که از میان تیر پشت و استخوان‌های سینه بیرون می آید. انه علی رجعه لقادر، یقینا که او جله علی شانه بر بازگرداندن وی تواناست، یعنی قدرت دارد انسان را بعد از مرگ او زنده کند. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، روزی که اسرار برملا می شود پس او نیروی و یاوری ندارد تا از خود دفع کند. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قسم به آسمان دارای باران و قسم به زمین دارای شگاف که روینده ها آن را می شگافند و از آن سر برمی آورند. بیگمان این کلام است قاطع میان حق و باطل و این شوخی نیست. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. واقعا آنها به گونه دسیسه می چینند، من نیز در برابر دسیسه شان طرح می ریزم، یعنی جزای مکرشان را می دهیم. پس کافران را مهلت بده، ایشان را اندکی مهلت بده. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نام پروردگار بلند مرتبه خود را به پاکی یاد کن، آن که آفرید و آنگاه برابر ساخت و آن که اندازه کرد و آنگاه راه نمود، آن که علف را برای حیوانات از زمین برآورد و باز آن را خشک و سیاه گردانید. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. به زودی قرآن را به گونه‌ای بر تو می‌خوانیم که آن را فراموش نکنی مگر آنچه را خداوند بخواهد. بیگمان او آشکار و پنهان را می‌داند. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. و تو را به دست یافتن به آن شیوه آسان توفیق می‌دهیم، پس پند بده اگر پند سودمند افتد. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. کسی که از خدا بترسد به زودی پند خواهد گرفت، ولی بدبخترین مردم از آن کنار میگیرد، آن که به آتش بزرگ یعنی آتش دوزخ می سوزد، به گونه‌ای که در آن نه هم می میرد و نه هم زنده می ماند. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولی کسی که تقوا پیشه کرد رستگار می شود و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز ادا کرد. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بلکه این مردم نامسلمان زندگی دنیا را مرجح می شمارند، اما آخرت بهتر و پایدارتر است. إن
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهیم و موسی. و این امر در صحیفه های سابق آسمانی درج است، صحیفه های ابراهیم و موسی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. هل اتاک حدیث الغاشیه. آیا به تو داستان قیامت یعنی مصیبت فراگیر رسیده است؟ وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حامیه تسقى من عین آنیه. چهره‌هایی است در آن روز که گرد خواری بر آن نشسته، رنج کشیده، بسیار مهنت دیده، که در آتش سوزان می سوزند و از چشمه داغی جوشان نوشانیده می شوند. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. برایشان طعامی نیست مگر ذریع که نه چاق می کند و نه هم گرسنگی را برطرف می سازد. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنة عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه. چهره‌های دیگر است در آن روز شاداب و مرفه، خرسند از کوشش خویش در بهشت برین که در آن سخنی بیهوده نمی شنوند، در آن چشمه‌هایی است روان. فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی مبثوثه. در آن تخت‌های بلندی قرار دارد و جام‌های نهاده شده، بالش‌های ردیف شده است و فرش‌های فاخر گسترده شده. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. آیا به اشتر نمی نگرند که چطور آفریده شده و به آسمان که چطور بلند شده است و به کوه‌ها که چگونه پا بر جای و استوار برافراشته شده اند و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ پس پند بده، زیرا واقعا تو پند دهنده. لست علیهم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. تو بر ایشان مسلط نیستی مگر کسی که رو گردانید و کافر شد، پس خداوند او را به بزرگترین عذاب مجازات می کند. این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم. بیگمان بازگشت ایشان به سوی ماست و باز حسابشان بر ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم به بامداد و به شبهای 10گانه و به جفت و طاق و به شب چون سپری شود. آیا در اینها سوگندی برای خردمندان هست؟ الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد. آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چی کرد؟ با شهر ارم دارای ستونهای بلند چی کرد که مثل آن در هیچ سرزمین ساختن نشده بود، و با قوم ثمود که صخره‌های بزرگ سنگ را در وادی تراش داده بودند، و با فرعون صاحب میخها الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. چون اینها کسانی بودند که در شهرها بنای سرکشی را گذاشتند و به فساد پیشگی زیاد دست یازیدند، بنابراین پروردگار تو عذاب را به شدت بر آنها فرو ریخت. بیگمان پروردگارت در کمینگاه است. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. اما انسان چون وی را پروردگارش آزمایش کند و او را عزت و نعمت عطا کند، با تکبر میگوید پروردگارم مرا عزت داد، و اما چون او را آزمایش کند و روزی او را بر وی تنگ سازد، در یأس میگوید پروردگارم مرا اهانت کرد. کلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. چنین نیست که شما میپندارید، بلکه واقعیت این است که شما یتیم را عزت نمی کنید، یکدیگر را به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کنید و حقوق میراث دیگران را همگی و تمامی می خورید و مال و دارایی را با عشق بسیار دوست دارید. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. نه چنان است که شما میپندارید، هنگامی که زمین با کوبیدن بسیار شدید بعد از کوبیدن دیگر کوبیده شود و پروردگار تو بیاید و فرشتگان در صف بعد از صف دیگر قرار گیرند و جن و انس را در محاصره بکشند و دوزخ در آن روز آورده شود. در آن روز است که انسان پندشنو می شود، ولی این پند شنیدن او چی فایده ای را به همراه خواهد داشت؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگوید افسوس است به حال من، ای کاش چیزی یعنی اعمال نیکو را برای این زندگی یعنی آخرت خیش از پیش میفرستادم. فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. پس در آن روز هیچ کس به مانند عذاب او جله علی شانه عذاب نمی کند و هیچ کس به مانند زنجیر و الچک بسته کردن او بسته نمی کند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیة مرضیه. و تو ای انسان آرامش یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود است. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پس در زمره بندگان مخلص من داخل شو و در بهشت من درآی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قسم به این شهر و تو باشنده این شهر هستی و قسم به پدر و فرزندانی که به وسیله آدم به دنیا آمده است. بیگمان انسان را در رنج و مشقت آفریدیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا فکر می کند که هیچ کس بر او قدرت نمی یابد؟ یقول اهلکت مالا لبدا. افتخار کرده می گوید ثروت زیادی خرج کردم. ایحسب ان لم یره احد. آیا فکر می کند کسی او را ندیده است؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین فلاقتحم العقبة وما ادراک ما العقبة. آیا برای او دو چشم نیافریدیم و زبانی و دو لب و به او دو راه را نشان ندادیم؟ ولی او با تحمل رنج و زحمت راه سخت و دشوارگذاری را سپری نکرد. تو را چی آگاه ساخت که راه سخت و دشوارگذار چیست؟ فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. سپری کردن این راه عبارت است از آزاد ساختن اسیر یا دادن طعامی در روز گرسنگی برای یتیم خویشاوند یا برای مسکین زمینگیری. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. و باز در عین حال از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر توصیه کرده و نیز به مهربانی توصیه نموده اند. اولئک اصحاب المیمنه. هم ایشانند یاران دست راست. والذین كفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. و آنانی که از آیات ما انکار ورزیده ایشان یاران دست چپند. علیهم نار مؤصده. بر ایشان چنان آتشی است که همه روزنه های آن بسته است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. قسم به آفتاب و درخشندگی پرشکوه آن و به ماه چون به دنبال آن می آید و به روز چون شکوه آن را آفتاب تجلی می دهد و قسم به شب چون آن را می پوشاند. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. و به آسمان و ذاتی که آن را بنا کرد و به زمین و ذاتی که آن را هموار کرد و به نفس انسان و ذاتی که آن را برابر ساخت و به او فجور و تقوایش را الهام کرد. واقعا رستگار شد کسی که آن را پاکیزه ساخت و زیانکار شد کسی که آن را آلوده ساخت. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
وأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قوم ثمود با سرکشی خیش حق را تکذیب کردند. آنگاه که شقی‌ترینشان دست به کار شدند. سپس رسول خدا به ایشان گفت اشتر خدا را با آبخورش به حال خودش بگذارید. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. او را تکذیب کردند و اشتر را پی کردند. پس پروردگارشان ایشان را به سبب گناهشان به عذاب فراگیر محو کرد و سرزمینشان را هموار ساخت و خداوند از پیامد آن هراس ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قسم به شب چون همه چیز را می پوشاند و به روز چون متجلی می شود و به آنچه از نر و ماده آفریده است. بیگمان کوشش های شما گوناگون است. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. پس کسی که در همه وجوه خیر به داد و دهش پرداخت و پرهیز پیشه کرد و سخن نیکو را تصدیق کرد، پس راه او را به سرای آسایش یعنی بهشت هموار می سازیم. و اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اما کسی که بخل کرد و خود را بی‌نیاز پنداشت و سخن نیکو را تکذیب کرد، پس راه او را به سرای دشوار یعنی دوزخ هموار می سازیم. وما يغني عنه ماله اذا تردى. و چون به گور انداخته شود مالش او را از عذاب خداوند بی‌نیاز ساختن نمی تواند. این علینا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بیگمان راه نمودن او بر ماست و بیگمان آخرت و دنیا از آن ماست. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. پس شما را از آتش شعله‌ور ترسانیدیم. کسی به آن جز بدبخترین مردم نمی سوزد، آنکه آیات الهی را تکذیب کرد و رو گردانید. و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی. و به زودی پرهیزگارترین مردم از آن باز داشته می شود، آنکه مالش را در راه حق می دهد تا پاکیزه شود. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. و هیچ کس بر او حق نعمتی ندارد تا جزای آن داده شود جز جستن خوشنودی پروردگاری والا مرتبه خویش را، و به زودی خوشنود می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم به روشنایی چاشتگاهان و به شب هنگامی که آرام گیرد که پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است. وللآخرة خیر لك من الاولی.
و بیگمان برای تو آخرت از دنیا بهتر است. ولسوف يعطيك ربك فترضى و به زودی پروردگارت به تو چیزی را عنایت می کند که خوشنود شوی. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. آیا تو را یتیم نیافت و برای تو پناه داد و تو را سرگردان یعنی به اطلاع از احکام شریعت یافت و رهیاب ساخت و تو را نیازمند یافت و بی نیاز گردانید، پس بر یتیم قهر مکن. و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. و بر سائل بانگ مزن و نعمت پروردگارت را بیان کن، یعنی آن را به دسترس همگان قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آیا ما برایت سینه ات را فراخ نکردیم و از تو آن بار تو را بر نداشتیم که پشتت را خم کرده بود و نام تو را رفعت بخشیدیم، یعنی ذکر تو را جاودانه گردانیدیم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. پس بیگمان با هر دشواری آسانی است، بیگمان با هر دشواری آسانی است. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. پس چون فارغ شدی پس بپا خیز و بازاری و التماس به سوی پروردگار خود روی آور. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. قسم به انجیر و به زیتون و به کوه سینا و این شهر امن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. واقعا انسان را به بهترین شکل و متناسبترین هیئت آفریده، سپس او را به پایانترین مراتب فروماندگان قرار دادیم، جز آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند که برای ایشان پاداشی است که هرگز قطع نمی شود. فما یکذبک بعد بالدین. پس بعد از همه این حقایق مبرم چی چیز تو را به تکذیب روز جزا واداشت؟ الیس الله باحکم الحاکمین. آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. بخوان به نام پروردگار خویش آن که آفرید انسان را از پارچه خون بسته آفرید. اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بخوان و پروردگارت بسیار کریم است آن که انسان را با وسیله قلم علم آموخت، به انسان آنچه را نمیدانست آموخت. کلا
نه چنان است که شکر نعمتهای خدا به جا آورده می شود، بلکه بیگمان انسان سرکشی می کند چون خود را بی نیاز می بیند. این الی ربک الرجعی، بیگمان بازگشت به سوی پروردگاری توست. ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلی، آیا دیدی کسی را که باز می دارد بنده را چون نماز می خواند؟ ارأیت این کان علی الهدی او امر بالتقوی، آیا دیدی اگر به راه راست باشد یا مردم را به پرهیزگاری سفارش کند؟ ارأیت این کذب و تولی، آیا دیدی اگر حق را تکذیب کند و رو گرداند؟ الم یعلم بأن الله یری، آیا نمی داند که بیگمان خدا اعمالش را می بیند؟ کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة، ناصیة کاذبة خاطئة، فلیدع نادیه سندع الزبانیه، کلا لا تطعه واسجد واقترب. نه چنان است که او می پندارد اگر از این کارها خودداری نکند موهای بالای پیشانیش یعنی کاکلش را به آتش می گیریم، کاکل پیشانی دروغگوی خطاکار را. بگذار که او هم نشینان مجلس خود را بخواهد، ما هم موظفان دوزخ را فرا می خوانیم. نه چنان است که او می گوید از او فرمان مبر و سجده کن و تقرب بجو. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. إنا انزلناه فی لیلة القدر، بیگمان این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. وما ادراک ما لیلة القدر، و چی چیز تو را آگاه ساخت که شب قدر چیست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه است. تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. در آن فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشان برای هر کار فرود می آیند و از همه چیز سلامتی و آرامش است. این حالت تا طلوع بامداد دوام دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. کافران از اهل کتاب و مشرکان به پندار خیش تا هنگامی از دین خود باز نمی گشتند که به ایشان حجت روشن بیاید، پیامبری از جانب خدا و به ایشان صحیفه های پاکیزه را بخواند که در آن کتاب یعنی احکام استوار می باشد. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولی برعکس هرگز از اهل کتاب از حق متفرق نشدند مگر بعد از اینکه روشنی از جانب خدا آمد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة. و در حالی که مأمور نشده اند مگر به این که خدا را به کمال اخلاص بپرستند و عقیده داشته باشند که دین از جانب اوست و در عین حال از هر نوع انحراف برکنار باشند، نماز را به تمام و کمال ادا کنند و زکات بدهند و این است دین صحیح استوار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بیگمان کسانی از اهل کتاب که کافر شدند و نیز مشرکان در آتش دوزخند، در آنجا همیشه به سر میبرند. ایشان بدترین مخلوقاتند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بیگمان آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ایشان بهترین مخلوقات هستند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پاداششان نزد پروردگارشان بهشت‌های جاودان است که در زیر درختان آنها رودبارها جریان دارد، در آنجا جاودانه به سر میبرند. خداوند از ایشان خوشنود شد و ایشان از خداوند خوشنود شدند. این است سرنوشت برای کسی که از پروردگار خود بترسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. وقتی که زمین با همان زلزله شدید خود روبرو شود و زمین گرانباری های خود را بیرون افکند به گونه‌ای که انسان بگوید زمین را چی شده است، در آن روز زمین خبرهای خود را بیان می کند به سبب آن که پروردگار تو به آن امر کرده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در آن روز دسته دسته از مردم به گونه متمایز و جدا شده به راه می افتند. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. پس هر که به وزن ذره خوبی کرده باشد آن را می بیند. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. و هر که به وزن ذره بدی کرده باشد نیز آن را می بیند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم به اسب‌های غازی که در حین تاختن جرقه‌های آتش می‌افروزند و باز به حمله برندگان صبحگاهی که از اثر تماس سم خیش به زمین و غبار یا جرقه آتش بالا می‌کنند و با آن در قعر اجتماع دشمن در می‌آیند. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه
شديد. بیگمان انسان بر پروردگار خود ناسپاس است و خود بر این گواه می باشد و بیگمان به ثروت علاقه شدیدی دارد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. آیا نمی دانند هنگامی که آنچه در گورستان است برانگیخته شود و آنچه در سینه هاست آشکار شود، بیگمان در آن روز پروردگارشان و اعمال ایشان کاملا آگاه است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. واقعه سخت کوبنده. آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ و چه چیز تو را آگاه ساخت که آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. روزی است که در آن مردم چون پروانه ها پراکنده می باشند و کوها چون پشم رنگین ندافی شده می باشند. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. پس کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سنگین شد در زندگی خوشنودانه به سر میبرد. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. اما کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سبک شد پس پناهگاه او هاویه یعنی دوزخ است. وما أدراك ما هي نار حامية. و چه چیز تو را آگاه ساخت که این هاویه چیست؟ آتش است نهایت سوزاننده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حرص افزونی در مال و ثروت شما را از آخرت غافل گردانید تا اینکه قبرها را دیدید. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. نخیر چنین نیست، به زودی حقیقت را خواهید دانست. نخیر باز هم چنین نیست، به زودی حقیقت را خواهید دانست. كلا لو تعلمون علم اليقين. نخیر اگر علم یقین را می دانستید این روش را اختیار نمی کردید. لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. یقینا آتش دوزخ را می بینید سپس آن را با چشم یقین می بینید. پس در آن روز درباره نعمت‌هایی که بر آن اتکا داشتید پرسیده خواهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به زمانه بیگمان انسان در زیان است جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و همدیگر را به حق توصیه کردند و یکدیگر را به صبر و ثبات سفارش نمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. ویل لكل
هر طعنه‌زنده عیب جوی که ثروت را انبار کرد و آن را برشمرد میپندارد که ثروتش عمر او را جاودانه میسازد. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نه چنان است که او میپندارد، یقینا در حطمه یعنی آتش انداخته می شود. چی چیز تو را آگاه ساخت که حطمه چیست؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. آتش افروخته خدایی است که بر دلها سر میکشد. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده. بیگمان این آتش بر ایشان بسته شده است در ستونهای درازی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آیا دسیسه ایشان را بی اثر نساخت؟ بر ایشان پرندگان ابابیل را فرستاد که ایشان را با سنگهای گل پخته می زدند و ایشان را همچون کاه خورده شده گردانید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. به سبب انس قریش، انس ایشان به سفر زمستانی و تابستانی. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پس باید پروردگار این خانه را بپرستند، ذاتی که ایشان را در گرسنگی طعام داد و در برابر ترس ایمن ساخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. أرأيت الذي يكذب بالدين. آیا کسی را که روز جزا را تکذیب می کند دیدی؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. این همان کسی است که یتیم را با اهانت میراند و به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کند. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. پس وای بر آن نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، آنانی که ریا می کنند و سامان مورد نیازمندان را از ایشان دریغ می دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. إنا أعطيناك الكوثر. بیگمان به تو چشمه کوثر را دادیم. فصل لربك وانحر. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. إن شانئك هو الأبتر. بیگمان دشمن تو یعنی کسی که تو را به زشتی یاد می کند ابتر یعنی دنبوریده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل يا أيها
ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. و نه هم هرگز من پرستنده چیزی هستم که شما آن را می پرستید و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم. لكم دينكم ولي دين. برای شماست دین شما و برای من است دین من. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرا رسید و دیدی که مردم گروه گروه به دین خداوند داخل می شوند، پس پروردگار خود را به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه، حقا که او بسیار توبه پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تبت یدا ابی لهب و تب. دستهای ابولهب یعنی پدر شعله های آتش خشک شود و خود او هم هلاک شد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مال او و دسترنجش از وی تباهی و عذاب را دفع نکرد. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. به زودی به آتش شعله‌وری داخل می شود و همسرش نیز آن زنی که پشته هیزم را به دوش می کشید. در گردن او که به زیورها مزین شده است ریسمانی از لیف خرما حلقه زده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو او خدای یکتاست، خدای بی نیاز است، نزاده است و نزاده شده است و برای او هیچ کسی سیال نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بگو پناه میبرم به پروردگار صبح از شر آنچه آفریده است و از شر تاریکی هنگامی که گسترش می‌یابد، از شر آنانی که در گره ها می‌دمند و از شر هر حاسدی چون حسد می‌ورزد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس بگو به پروردگار مردم، با پادشاه مردم، با خداوند مردم پناه میبرم از شر وسوسه کننده پنهان شونده، آن که در دلهای مردم وسوسه می‌افکند، از جنیان و مردم. صدق الله العظیم.